سلام دوستان، به کانال مایند کویز خوش اومدید. امروز 30 تا سوال اطلاعات عمومی طراحی کردم که میتونه دانش شما رو به چالش بکشه. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. با من همراه باشید. سوال شماره 1: اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف کردند چه کسانی بودند؟ پاسخ: گزینه الف، ایرانی ها. سوال شماره 2: معادل فارسی کلمه پانوراما چیست؟ پاسخ: گزینه جیم، سراسرنما. سوال شماره 3: قدیمی ترین بازار در تهران که ثبت ملی شده کدام است؟ پاسخ صحیح گزینه ب، بازار بزرگ تهران. سوال شماره 4: لئوپارد چیست؟ پاسخ: گزینه الف، نوعی پلنگ. سوال شماره 5: تالاب لیپار به چه نامی معروف است؟ پاسخ: گزینه جیم، تالاب صورتی. سوال شماره 6: معادل فارسی کلمه پروپوزال چیست؟ پاسخ صحیح گزینه الف، پیشنهاده. سوال شماره 7: اولین بنا در تهران که به عنوان نماد شهر تهران شناخته می شود کدام است؟ پاسخ: گزینه جیم، سردرباغ ملی. سوال شماره 8: چاه دراز نام قدیم کدام کویر است؟ پاسخ: گزینه جیم، کویر مصر. سوال شماره 9: کدام شهر ایران به شهر قنات معروف است؟ پاسخ صحیح گزینه جیم، یزد. سوال شماره 10: معادل فارسی کلمه فستیوال کدام است؟ پاسخ: گزینه الف، جشنواره. سوال شماره 11: نافلزی که در ترکیبات خمیردندان به کار می رود کدام عنصر است؟ پاسخ صحیح گزینه ب، فلور. سوال شماره 12: تنها آبشار خزری ایران در کدام استان قرار دارد؟ پاسخ صحیح گزینه الف، گلستان. سوال شماره 13: بلندترین بنای شهر تهران قدیم که در کاخ گلستان بنا شده بود چه نام دارد؟ پاسخ: گزینه الف، شمس العماره. سوال شماره 14: باد اندازه‌گیری فاصله ستارگان در نجوم کدام است؟ پاسخ: گزینه جیم، سال نوری. سوال شماره 15: کوههای مینیاتوری یا مریخی از دیدنی‌های کدام شهرند؟ پاسخ صحیح گزینه ب، چابهار. سوال شماره 16: معنای کلمه قوس قزح کدام است؟ پاسخ صحیح گزینه الف، رنگین کمان. سوال شماره 17: معادل فارسی کلمه کلینیک کدام است؟ پاسخ صحیح گزینه ب، درمانگاه. سوال شماره 18: سبکترین فلز جهان کدام است؟
پاسخ گزینه جیم لیتیوم. سوال شماره 19. شیرینی تشکی متعلق به کدام استان است؟ پاسخ گزینه جیم سیستان و بلوچستان. سوال شماره 20. خاک کره ماه چه رنگی است؟ پاسخ صحیح گزینه الف خاکستری. سوال شماره 21. گازی که 78% از هوا را تشکیل می‌دهد کدام است؟ پاسخ گزینه جیم نیتروژن. سوال شماره 22. تبدیل حالت ماده از بخار به مایع چه نامیده می شود؟ پاسخ صحیح گزینه ب میعان. سوال شماره 23. از حدود 74% آب موجود روی سطح زمین چند درصد از آن آب شیرین است؟ پاسخ گزینه الف 3%. سوال شماره 24. طراح تولید برق از آبشار نیاگارا چه کسی بوده است؟ پاسخ گزینه ب تسلا. سوال شماره 25. دومین ستاره پرنور آسمان شب کدام است؟ پاسخ صحیح گزینه جیم سهیل. معادل فارسی کلمه پروژکتور چیست؟ پاسخ صحیح گزینه الف نورافکن. سوال شماره 27. فیل حیوان نمادین کدام کشور است؟ پاسخ گزینه جیم ساحل عاج. سوال شماره 28. کدام جانور برای دفاع در برابر دشمن از چشم خود خون می‌پاشد؟ پاسخ گزینه الف مارمولک شاخدار. سوال شماره 29. بنای تاریخی تماشاگاه زمان در کدام شهر قرار دارد؟ پاسخ صحیح گزینه جیم تهران. سوال شماره 30. راه ارتباطی بین خون و بافت چیست؟ پاسخ گزینه ب مویرگ. و اما سوال ویژه امروز. کدام حیوان بدون چرخاندن سر خود قادر است پشت سر خود را ببیند؟ پاسخ این سوال رو توی قسمت کامنت ها برای من بنویسید. این از سوالات امروز. به چند سوال تونستید درست جواب بدید؟ توی کامنت ها برای من بنویسید. فراموش نکنید ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو هم فعال کنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید مطلع بشید. ارادتمندم. تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.